آقا ساعت 10:30 جمعه 28 آذر سمت کوه صفه همین شکل میبینین. صفه مملو از مشتاقانه برفه. همشهری از اومدن اینجا. ترافیک سنگینی هم داریم. خواهش میکنم دیگه به سمت صفه تا اونجایی که میتونین نیاین، جای دیگه اصفهان انتخاب کنین. اگه نه داخل این ترافیک سنگینه ورودی صفه چه از سمت حکیم نظامی و چه از سمت اتوبان گیر میکنین و بالاخره وقتتون تو این آب و هوای برفی که باید استفاده کنین ازش به وصالت و پشت ترافیک میگذره. نگاه کنین اینجا کامل همش ترافیکه. اینم پل. بین از جای دیگه اصفهان هم میتونین استفاده کنیم. میدان نقش جهان داریم، 33 پل داریم، پل خواجه داریم. اینقدر جا داره این شهر زیبا برای بازدید. ولی خب خلاصه صفه را فعلا تو برنامه کاری خودتون نذارین چون فوق العاده ترافیکش سنگین شده.